از یه خانم 100 ساله‌ای پرسیدن که تو این 100 سالی که زندگی کردی بزرگترین حسرت زندگی چیه؟ گفتش که من اگه میدونستم 100 سال زندگی میکنم تازه تو سن 40 سالگی شروع میکردم ویولون زدن رو و اگه اون موقع شروع کردم تا الان 60 سال بود داشتم ویولون میزدم. برفرض اینکه اصلا نمیخواست 60 سال بزنه، این خانم تا 70 سالگی هم ویولون میزد، میشه 30 سال. توی 30 سال ایشون نه تنها یک ویولون زن حرفه‌ای بود بلکه یک معلم حرفه‌ای توی این زمینه بود. خیلی ها تو سن 30 سالگی، 35 سالگی، حالا 40 سالگی که خیلی مونده براشون، وقتی بهشون میگی هدف گذاری کن، میگه که از ما دیگه گذشته، دیره، دیر زمانی هستش که تو به خودت امید نداری و شروع نمی کنی و اگر هم فکر می کنی هدف گذاری رو بلد نیستی، کافیه زیر همین پست هدف رو کامنت کنی تا با همدیگه پیش بریم هدف گذاری رو.